درود شنوندگان گرامی، گفتارمان را از سلسله خوانش ادبی آغاز می‌نماییم. با توجه شما سلسله کتاب کسینافونت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت کارمند شایسته تاجیکستان علیزاده عبدالرشید خوجمقل تقدیمتان می‌گردد. گفتار 93. سلسله مذکور با هدایت و دستگیری اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به چاپ رسید. کروشنامه اثری است که تربیه سرلشکر و حاکم آرمانی مردم فارس را در دوره هخامنشی‌ها تصویر می‌کند. آن همچون رمانی تاریخی، ترجمه حالی و دستورنامه اداره‌کنی و راهبری تعبیر می شود. در آن در برابر هنرهای جنگی و لشکرکشی و صنعت جنگ و محاربه ها، همچنین دستورهای سیاسی و اخلاقی در آمیزش با قصه های مردمی، ترجمه حالی و تخیلات بدیعی تصویر می یابد که اکثر آنها در دایره طبقه برگزیده افینه صورت گرفته است. همچنین کروشنامه درباره خصلت و سیرت کوروش بزرگ معلومات می‌دهد. کسینافونت و کیراپیدیا، کروشنامه او. با همین تأسیس یک دولت ابرقدرت نوی جهانی به اتمام می رسد. چیزی از گزارش های علاوگی درباره ضبطکاری های دیگری کروش، بخصوص درباره از جانب آنها اصطلاح شدن مصر، اینچنین دستورها به طوری به واسطه برای به دست آوردن ماد، همچون مهر دختری که اکثر و به میراث گذاشتن قدرت شاهی در فارس اهمیت جدی ندارد. آنها همچون مرحله های ضروری روایت شرطی تاریخی به شکل قصه مهمتر درباره تأسیس یک امپریه نوی بزرگ کروش بافته شدند. این قسمت یک نوعی پندنت را به بابهای اول رمن را که در باره ساخت دولت ماقبلی پارسی حکایت می کند و هم به آن فصل ابتدایی را تشکیل می دهد که مطالب جالب و مهم را برای داوری درباره آرمان‌های سیاسی کسینافونت برای شناسایی با نظریه اجتماعی سیاسی یونانیان قدیم تأمین می کند. دولت نوی که در نتیجه اصطلاح‌های کروش به وجود می آید، همچنین یک نوع آمیزش سیاست و امپریا به نظر می رسد. ماهیت اصلی دولت آرمانی ماقبلی پارس ها نگاه داشته شده است و در آن باید احترام مؤلف را به عنعنه‌های گذشته پاریسی که از آنها یگان یونانی آزاد نبوده است مشاهده کرد. اما منظره در اساس این دولت ماقبلی تشکل یافتن ابرقدرت نوی حدودی حالا خیلی تأثیر بخش تر است. غایه این دولت الکی به آینده تعلق دارد که با تجسم بدیعی آن در کیراپیدیا کسینافونت کارنمایی های واقعی زمان الینیزم، زمان اسکندر مقدونی را دوراندیشانه پیش بینی می کند. خود اصول تشکلیابی حاکمیت نو نیز جالب است. آن از طریق ضبطکاری به وجود آورده شده است.
خلق جنگاوری که با شجاعت عالی مشرف گردیده است خلقهای دیگری ضعیفتر را مغلوب می کند و با همین به ترتیبات نوی عمومی جهانی اساس می گذارد. در این حال جالب توجه است که محض دولت‌های ثروتمند و سیراحالی ولی از جهت حربی ناتوان شرق قدیم به ابیکت اسارت تبدیل می یابد. غیر از این جالب توجه است که خود دلیل استیلاگری به طور خیلی آشکارا و کاملا در روحیه دوره آینده الینیسم همچون اساس حقوقی حاکمیت داری شرح داده می شود. در عین زمان هیچ کدامتان نباید فکر کند که با صاحبیت به همه این او صاحب مالکیتی کسی دیگر باشد. در تمام جهان از ازل قانون زیرین وجود دارد. وقتی که شهر دشمن ضبط کرده می شود در این شهر همه چیز هم آدمان و هم اموالشان به مالکیت استیلاگران مبدل می گردد. از این رو شما نه بر خلاف قانون صاحبی چیزی نخواهید شد که حالا در بساطتان دارید، بلکه برعکس تنها از روی مهربانی خود مغلوب شدگان را از آن چیزی که به آنها گذاشته اید محروم نکنید. در خاتمه همه این نقش حل کننده شخصیت توانا، عملی نمودن ضبط‌کاری ها و بنیاد جامعه و دولت نو تحت رهبری یک شاهی با نفوذ که با شجاعت بی همتا و از فیض خدایان فرا گرفته شده است پیشکش می گردد. این جامعه نوی را که ایجادکار آرمانی آفریده است چگونه است؟ ساختار آن بی شبهه حسن توجه ملکداری اشرافانه مؤلف کیراپیدیا را انعکاس می کند. در پایه قالب آن ساختار اسپارتانی اما البته به شکل کمی تغییر یافته گذاشته شده است. محک ساختار نوی اجتماعی را مناسبت‌های بین غاربان و مغلوب شدگان تشکیل می‌دهد. اولی ها فرمان فرما شده، دومی آنها به موقع فرمان برداران و استثمار شوندگان تبدیل می‌یابند. به بابوریان میگوید کسینوفانت او کروش امر داد که زمین‌ها را کشت کنند، انداز سپارند و در خدمت آنها که به اختیارشان داده شده است قرار گیرند. برعکس او به پارس ها، اشتراکچیان محاربه حربی و به جنگاوران همپیمانی که می‌خواستند همراهش بمانند حقوق حاکمی را نسبت به آنهایی که در خدمت آنها قرار گرفته بودند عطا نمود. در پایانتر باشد مؤلف ما به قهرمان خیش امکان می دهد که منفعت‌های به دست آورده او و شریکانش را توضیح دهد. ما باید از خدایان منتدار باشیم که به ما امکان دادند که تمام آرزوهای خود را عملی سازیم. در حقیقت ما حالا زمین‌های کشتباب و حاصلخیز و آدمانی داریم که در آنها مهنت کرده ما را با تمام اشیای ضروری تأمین خواهند کرد. ما اینچنین خانه ها داریم و آنها با تمام اسباب و انجام ضروری مجهزند. و همین طریق صنف نوی حاکمان به طبقه اسپارتانیان موافقت می‌کنند و مانند ایشان آنها نیز با قطعه‌های زمین و خدمتگارانی که به آنها وابسته شده اند تأمین کرده می‌شوند و موقع آنها در نوبت خود به غلامان کرپسنایی اسپارتانی شباهت نزدیک دارد. این کارگران را پارس ها تا به مقام غلامی رساندند. وضع غلامانه آنها را به طور واضح دلیل تصدیق می کند که برای آنها اینچنین برای مردم اسپارتانی
مشغول شوی به فعالیت شایسته مردم آزاد، یعنی مشق‌های جسمانی و حربی، ممکن نبود و این چنین صاحب شوی به سلاح حربی قطعیاً منع شده بود. همچون آدمان آزاد باقی مانده و برای حفظ موقع امتیازناک خود در یک نوع اتحادیه جنگاوران اشراف متحد شده، پارس‌های اصطلاحگر و همپیمان‌های ایشان به عامه اهالی ضبط کردهشان همان طوری که اسپارتانی‌ها علیه ایلات‌ها برمیخواستند مقابلت می‌کنند. اما مقایسه این صنف نوی حکمران با اسپارتانی‌ها تنها به اندازه معین امکان پذیر است. در اسپارتا اشرافان اسپارتانی به معنای خاصه کلمه یک جماعت شهروندی را تشکیل می‌دادند که در آن همه جزئی یک کلی صاحب اختیار بودند. اسپارتانی‌ها حصه خود را از جماعت می‌گرفتند و از این رو آنها اصلاً برای مقامشان تنها از خودشان منت پذیر بودند. برعکس اشرافان نو در دولت کوروش گرچندی که در صنف امتیازناک متحد شده بودند، جماعت مستقل را تشکیل نکردند. آنها در اطراف اختیاردار پالیس شاه متحد شده از او حصه های خود را می گرفتند و صاحبیت به این ملک ها شرط خدمت در دربار شاهانه بود. همینطور آنها در نقش خدمتگاران اشرافان محض همان نوعی بودند که و دولت‌های ایلینی با همان درجه مراتب دوستان، خویشاوندان شاه و زمینداران دیگری امتیازناک ولی بدون عنوانها خاص بود. گروه‌های به هم متضاد فرمانفرمایان و خادمان عنصرهای اساسی ولی به هیچ وجه عنصرهای یگانه ساختار اجتماعی دولت نو که با تخیلات کسینوفانت برپا شده بود نمی باشد. حقیقتاً تا جایی که از مضمون تراپیدیا خلاصه کردن ممکن است، به هیچ وجه نه همه اشتراکچیان محاربه اصطلاحگری و مقام زمینداران اشراف باید گذرند. این امتیاز احتمالاً تنها به پارس‌ها و فرماندهان گروه‌های جنگی همپیمان‌ها تعلق داشت. جنگاوران دیگری همپیمان که در آخر محاربه خواهش همراهی با کوروش باقی ماندن را اظهار کرده بودند، از او به حیث مکافات زمین‌ها، خانه‌ها و غلامان پاداش گرفتند. اما همه اینها بی شبهه نسبت به گروه قبلی به تعداد کمتر و از این رو یک گروه مخصوص نسبتاً کم امتیازتری طبقه حربیانی در آنجا مسکون شده را تشکیل می‌داد. از طرف دیگر مرتبه نه همه اهالی مملکت‌های ضبط شده به سطح غلامی فراورده شده بود. شاید این نصیب اهالی دهاتی ناحیه‌های مرکزی متمدن‌تر بوده است. در برابر این باید شهرها مثلا سرد و بابل و قبیله‌های دیگر با سروری حاکمان تابعی که تا حال به معنای اصلی این کلمه غلام نشده بودند باید وجود داشتند. همینطور گوناگونی معلوم مناسبت‌ها در دولت کوروش درباره فهمش کسینوفانت از تمام مرکبی و پیچیدگی شرایطی که در آن محاربه تجاوزکارانه سرزده در پیراپیدیا تصویر کرده شده است گواهی می‌دهد. فرق اقتدار اقتصادی و سیاسی منطقه ها، شهرها و قبیله ها باید فرقیت موافق را در مقام نوی آنها
همچون تابع شاهیگری اصطلاحگر معین میکرد و اصطلاح گوناگونی به نقشه گرفته شده مناسبت‌های اجتماعی سیاسی و وضعیت حقیقی زمان هلنیسم را خیلی دقیق پیش بینی می‌کند. در عین حال بین طبقه های اجتماعی دولت کوروش در تصویر کسینوفانت و شاهیگری های بعد هلنی یک قطار مطابقت هایی به این یا آن درجه قرابت داشته به میان می آید. از جمله و غیر از شباهت قبلا ذکر شده حاکمان پارسی با اشرافان خدمتگزار هلنی می توان مهاجران نظامی کوروش را با کاتیک ها، اهالی کشاورز غلام شده را با مردم زمین و شهرهای آن و سلاله های تابع شده را با همین گونه شهرها و سلاله ها مثلا در دولت سلوکیان مقایسه کرد. در تصویر کسینوفانت از نقطه نظر پیشگویی هلنیسم اینچنین پای اساسی سیاسی جامعه نو جاری به نظر می رسد. در اینجا خصوصیت های سینکریتی، همبستگی و به همدیگر وارد شوی پرینسیپ های جمهوریوی و شاهیگری پاریسی و بزرگ دولتی مخصوصاً جالب توجه هستند که به زمان هلنیسم خاص خواهند بود. شما گفتار 93 را از سلسله خوانش ادبی از روی اثر کسینوفانت تحت عنوان کروشنامه در ترجمه، تحریر، سرسخن و توضیحات دکتر علم‌های فلسفه پروفسور رمضان نظریف در قرائت علیزاده عبدالرشید خوجمقول شنیدید. کارگردان شیرعلی نغزلی، صدابردار کریم جان حمیدزاده.